این معلمان برای شناسایی به حالت خونش خانگی به این اویله آمدند. سیاحت نظر و در صنف دهم تحصیل می نماید. این حجره خانه جای درس تیارکنی آنها است. روی میز کتاب‌های گوناگون بدیهی و درسی هستند. همه‌اش را استفاده می نمایند. در دوره خونش خانگی سیاحت همراه خواهرکانش با مطالعه کتاب‌های بدیهی مشغول هستند. همزمان او با آزمون جمهوریابی فروغ رسوب دانایی آمادگی می‌بیند. اشعاری که من تا حال مطالعه کردم از آثار ادبیات جهان می باشد، زیرا که تصمیم گرفتیم در آزمون فروغ صبح دانایی از روی نامیناسیون ادبیات جهان شرکت ورزیم. آثاری که من مطالعه کردم حالا یعنی در دوره تعطیل تا حالا 6 رمان را تشکیل می‌دهند که اینها از چنگیز ایدمتوف میباشند: دوراهای برانی، پاویست‌های الویدا گلسری، کشتی سفید و همچنین معلم اولین میباشد. از نویسندگان روس مارتینف کتاب گیانیا که رمان فانتاستیکی است مطالعه کردم. عین حال و اکنون شروع میکنم با مطالعه کردن لگندا درباره اولنشپیگل که نویسنده بلگیا شارل دکوسر آن را نوشته است. گیرنده استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اعضای فعال محفل پیروان پیشوای ملت در نزد بخش کار با جوانان و ورزش سیاحت نظر و در برابر آمادگی با آزمون در سمت پیشگیری بیماری کرونا ویروس در بردن کارهای فهماندهی میان اهالی اشتراکی فعالانه دارد. دایر به پیشگیری این وبایی که امروز جامعه جهانی رو به تشویش انداخته ایستاده است، ما یکجا با اعضایان فعال محفل پیروان پیشوای ملت اکسیاهای تشویقاتی و ترغیباتی میان مردم برگزار نمودیم تا اینکه باز هم آگاه تر شوند، زیرا یعنی واسطه اساسی مبتلا نشدن به این ویروس یعنی قاعده های گیگینی و سانیتاری را رعایت کردن می باشد. بنابراین ما یعنی ورقه های اطلاعاتی تقسیم کرده مردم را آگاهاندیم. ذوق کتابخانه سیاحت را دیده خواهرانش نیز رو به کتاب آوردند. همه روز آنها پهلوی سیاحت نشسته با مصلحت و با مطالعه کتاب‌های بدیهی مشغول هستند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.